شما زندگی های خوب کنیم انشاءالله خدا خواهد. درباره انشاءالله خدا خواهد الله یکگیش سوال دادین که اکثر خدا خواهد سعیداست که داملا جان درباره الله یک صحبت کنین. الله خدا خواهد چه خیلی است، استرا است، توحید خدا خواهد انشاءالله. ما شما 6 کلمه دینی میخوانیم. من خلاص در 6 کلمه دینی الحمدلله یعنی کلمه توحید است. اول کلمه طیبه است، بعدش از کلمه شهادت است و سومش کلمه توحید است. درسته؟ یعنی کلمه طیبه گفتگیش لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست خدا مگرم یک خدا است. این ایمان میگن این چیزا. کسی که همین کلمه را خدا خود به زبانش می آورد و ایمان آورد به کی؟ یعنی الله و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم. و دیم بچه میتیم شهادت میتیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و گواهی میتیم که نیست خدا با مگرم یک الله است. و گواهی میتیم که محمد صلی الله علیه وسلم رسول یعنی خبرچی و پیغمبر خدا هست. چون که خدا محمد نه انشاءالله چکا کرد؟ حکم ما را رسوند. محمد صلی الله علیه وسلم به ما و شما رسوند. الحمدلله بیادت شکر. سومش کلمه شهادت است، یعنی کلمه توحید. توحید گفتگی یگانگی خداوند ایمان آوردن. عزیزان من، لا اله الا الله وحده لا شریک له. لا گفتگی کلمه عربی نیست خدا، لا اله الا الله مگرم یک خدا هست. لا شریک له، خداوند شریک نیست. عزیزان من، جوره نداره، خدا دوست نداره. له الملک، همه ملک تمام روی دنیا از آنی که است الله است. له الملک و له الحمد، و تمام تعریف و توصیف به همین ذات الله است. عزیزان من، چقدر تعریفش کنی انشاءالله خدا خود کم است. یک بزرگی خدا میگد که اگر تمام وجود من که پشم ها که دارد بدن من، اگر خدا همین در زبان پیدا کنی، یک انشاءالله خدا خود نعمتی تر من بجا آوردن نمیتونم. یک نعمت تا میگد وله الحمد یحیی و یمیت. خدا میگه دائم زنده های. عزیزانی من، خدا نمیمرد. ما میمریم، ما فرصت داریم، ما سرچشمه داریم و انتها داریم. سرچشمه مو من گم که 70 سال باشم تولد شدم، بلکه 2023 است، این 25 است یا 30 است. خدا چقدر فرصت داشت، آخر من میمرم. هو الحی الذی لا یموت، او ذات است که هرگز نمیمرد. همه دنیا میمرد، همه دنیا هم مهلت دارد. همه دنیا هم یک زمانی میشد نست و نابود میشد. عزیزانی من، یکی خدا هو الحی الذی لا یموت یحیی و یمیت. خدا زنده میکند ما و شما را و میمیراند. طوری ما نبودیم، در هیچ جا نبودیم. به توفیل پدر و مادر یک جایه شد. الله سبحانه و تعالی من و شما چکا کرد؟ آفرید. الحمدلله. از یک قطره آب الله سبحانه و تعالی در رحم مادر کن فیکون شو گفت، بس ما و شما شدیم. ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندونه شما را در بچه‌دانهای مادراتون چی خیلی که بخواه، خواه سیاه، خواه زرد، خواه نر، خواه ماده، خواه مرد، خواه زن، چی خیلی که بخواه الله سبحانه و تعالی ما شما را می آفره. ببینید ما شما را آفرید انشاءالله. در دنیا آورد مو و مهلت مو داد انشاءالله خدا خود. 50 سال است، 80 سال است، یک عصر. عزیزانی من، عمر داری خلاص. در دوام یک عصر البته دنیا را ترک میکنیم، لیکن در دوام همین باید که ما طاعت عبادت داشته باشیم. عزیزانی من، این امرایی که عزیز خدا داده در زلالت، در گناه صرفش نکنیم، در راه شیطان ملعون صرفش نکنیم، بلکه در راه الله صرفش کنیم انشاءالله خدا خواهد. هم خلاص می دنیای 4 روزه میگن، دنیای 5 روزه میگن. همین 5 روزش 5 تا 20 20 40 60 80 100
4 روزش 4 تا 20 40 60 80 تمام. همه که عمر داره نه که در همه که عمر هم البته خدا 20 سالش میگه در کودکی میگذرد، در جوانی مستی میگه، در پیری سستی. کی میکنی عاقبت خدا پرستی؟ کی میکنی خدا پرستی؟ این عمر انده که میگذرد میراد انشاءالله خدا خد. و ما و شما را یک زمان الله میمیراند، میمریم از این دنیا میریم و البته پیش الله سبحانه و تعالی میریم و از این عمرهایی که در این دنیا کردیم یک جواب میتیم. یک خدا سوره انشاءالله اذا زلزله آخرین آیاتان چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر چند یک خدا خواهد عادی ترین چیزا هوا عادی پردمت شواریم میگه خوبی کنی میگیری و بعدی کنی انشاءالله میگیری. الله چنان الله است، الله چنان خدا خواهد مهربان است برای ما و شما. می‌بینید و هو علی کل شیء قدیر. خدا به همه چیز قادر عزیزان من، همه چیز. نخواه در یک دقیقه دنیا را نیست و نابود میکنه، خواه در یک صورت زنکت میکنه، خواه زنک مردک میکنه. او سلطان هر چی خواهد او کند، عالم را در دم ویران کند. بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. او بے پدر حضرت عیسی اومد کو، بے پدر آدم اومد کو، بے پدر ماما هوا اومد کو. خدا آفریدش. طفل را در مهد گویا او کند. طفلای هستن که در گهواره گپ زدگیان. حضرت عیسی در گهواره گپ زد، حضرت یوسف تهمت کردن در گهواره. کودک به بزرگی بودن و پاک بودن یوسف گواهی دادگی است. در مهد گویا او کند. مرده 100 ساله را حی می کند، این به آن دیگر تا به کی می کند. و میلیون سالا مردگی ها همه حال زنده میکند الله سبحانه و تعالی. همه مون خدا خواهد انشاءالله. منی خدا یکاییشه. سوره ای که مبارکه اخلاص میگیمش قل هو الله احد. اینمی سوره تفسیرش پر را انشاءالله سوره ای چی است؟ این توحید میگد، یگانگی الله سبحانه و تعالی انشاءالله دلالت میکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنان مثل ما و شما صحابگاه که شیشتگی صحبت کرده سادات کی همه ابوبکر عمر همش بود. این حدیث همه خداخد ابو هریره انس علی سلمان فارس روایت میکنن این حدیث. و کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما نزد پیغمبر شیشتگی بودیم. میگه یک گروه مشرکان عرب میگه اومدن پیش پیغمبر علیه السلام، گفتن یا گفتن محمد، گفتن مانده، گفتن خدا تا صفت کرده، در حق خدا گپ زن. گفتن من خدای ما گفتن از چی است؟ از چوب است. خدای ما گفتن من از لای است. خدای ما گفتن از هر نمود چیزا هست. کنی خدا تا برای ما صفت کن. محمد گفت من جواب نمیگم، انتظار میشم تا برای من آیت نیاید. چون که محمد علیه السلام تا خدا نمیگفت، محمد نمیگفت چی؟ میگد محمد نمیگفت تا جبرائیل نمیگفت. انتظارش نشیش میگد که جبرائیل امین اومد. سوره اخلاص انشاءالله نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا چی گفت؟ بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم الله چی ای؟ یکه ای. بگو گفت خدا دو تنه است. خدا گفت همیشه یک است، یگانه است انشاءالله. خدا قد الله الصمد، خدا گفت بے نیاز است، بے حاجت است. ما حاجت به خدا داریم. الله سبحانه و تعالی هیچ حاجتمندی ندارد. ما شما محتاج، ما شما دائم به الله چی علاقه داریم. به ما شیم چی میگیم؟ الله میگیم انشاءالله. خدا قد ما بعد یک مصیبت بالامو بیاید الله میگیم